اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز پیمان پروداکشن، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خواهران و برادران عزیز، این باغی که شما مشاهده میکنید باغ حضرت ابو طلحه است، یکی از صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. زمانی که این آیت قرآن نازل میشه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز یکی از شما با بر، نیکوکاری، پرهیزگاری به درجه اعلای تقوا نمیرسد تا زمانی که آنچه را دوست دارد در راه الله مصرف نکند. وقتی این آیت نازل میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم محبوب دلها بعد از نماز صبح این آیت را در مسجد به خدمت صحابه تلاوت میکنه. حضرت ابو طلحه یکی از سرمایه‌دارترین صحابه است، غالبا در مدینه. بعدن وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت را تلاوت میکنه، با دو زنوی ادب در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم می نشیند، میگه یا رسول الله، الله خبر داره از دلم، والله هیچ چیزی محبوب تر از باغم در دلم نیست. یعنی باغ بزرگی بود. این باغ یعنی همون مکانی است، همون جایی است، ممکن چند مرتبه نسل درخت تیزی تبدیل شده باشه، ولی غالبا همون باغی است که حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه این را وقف کرد. و بعد فرمود یا رسول الله، محبوب ترین سرمایه و ثروتم نزد من همین باغ است. من حاضرم به خاطر الله، به خاطر عمل به این آیت قرآن، به خاطر رسیدن و نائل شدن به درجه بالای تقوای الهی، این باغ در راه الله وقف کنم و به اصطلاح صدقه بدهم. سبحان الله، چی جان نثاری، چی فداکاری! این در او زمان یعنی از بالاترین ارزش برخوردار بود، یعنی خیلی قیمت والا، ارزش بالایی داشته که این اوج فداکاری مالی صحابه رضی الله تعالی عنه نشان میده. اصحاب پیامبر کسانی بودند که مال و جان و هست و نیستشان فدای اسلام کردند و در راه رشد و ترقی اسلام از هیچ چیزی دریغ نکردن، کوتاهی نکردن. بنابراین ما چه کار میکنیم امروز؟ وقتی که لباسمان کهنه شد برای دیگران میدیم، وقتی فرش خونه ایمان کهنه شد برای دیگران میدیم، وقتی ظرفمان کهنه شد دیگه قابل استفاده برای ما نیست، برای دیگران میدهیم اوره، در حالی که الله تبارک و تعالی میگه به درجه تقوا نمیرسید تا چیزی که خیلی دوست ندارید، در قلبتان محبت ندارد او، تا او را در راه الله مصرف نکنید. بنابراین چی مردان خدایی بودن، چی افرادی بودن که همیشه تلاش میکردن با تک تک آیات قرآن، یکی به یکی آیات قرآن میشمردن و میگفتن باید به این آیات عمل بشه. و الحمدلله امروز هم وجود دارن خواهران عزیزی، برادران و مادران عزیزی وجود دارن که هنوز در اون مسیر در حرکت هستند و تلاش میکنن که با آیات قرآن عمل بکنن و انفاق بی‌نهایت زیادی دارن در برای فقرا، مساکین، مستضعفین، برای عمران و آبادی شهرها، برای ساختن راهها، پلها. بنابراین عزیزان من، این باغی است، همون باغی که شما در سیرتها و در کتابها خواندید و در اکثر تفاسیر در ترجمه این آیت رو ببینید، جریان این باغ در اونجا ذکر است که حضرت ابو طلحه میگه یا رسول الله، من این باغ فقط به خاطر عمل به این آیت قرآن و نائل شدن و تقوای الهی، تا اینکه قلبم مطمئن بشود که من واقعا به اون درجه رسیدم، این باغ وقف میکنم. و 1400 و چند سال میگذرد هنوز شما این مکان همون مکان است. اگر صدها مرتبه نسل این خرما عوض بشه، درخت این عوض بشه و از نو به اصطلاح قصد بشه و زراعت بشه، ولی یک اجرش به پاداش و یک کاپی از این اجر و حسنات به پرونده حضرت ابو طلحه است. به این میگن صدقه جاریه، به این میگن اعمال خیر جاریه که اگر هزارها سالم بگذرد هنوز باقی است. چی خوب است به جای این هم مغم ما که همیشه شکم ماست و خوردن به فکر شکم خود هستیم، به جای این همه رسم و رسومات نادرست، به جای این همه به اصطلاح مصرف پول نادرست که در مسیرهای نادرست به نام عرف و عنعنات، به نام شب چلم و نمیفهمم جمعگی و نمیفهمم ختم قرآن و فلان و فلان، به این راه مصرف میکنید. بیایید سرمایه گذاری برای آخرتتان بکنید در مسیرهایی که جاودانه بماند و اگر صدها سال بگذرد هنوز اجرش و پاداشش برای شما برسد انشاءالله. این بود بنان جریان این باغ که یک برنامه بود خدمت عزیزان. ممکن خیلی عزیزان هم باشن در امروز هم وجود داره، من معتقدم افرادی که
حتی حاضرن از مال و جان و زندگی و هست و نیستشان در راه اسلام بگذرن. بنابراین ما خواستیم از این فرصت استفاده بکنیم چون اینجا آمدیم یک توضیحی داشته باشیم خدمت عزیزان دلی که شاید بخواهن کسان باشن، خواهران و مادرانی که امروز هم چیزهایی که دوست دارن مصرف بکنن. والله ما دیدیم مادران و خواهرانی که به خاطر رضای خدا حتی گوشوارهش از گوشش بیرون کرده، الانگویش باز کرده، گلوبندش باز کرده، در راه الله مصرف کرده، گفته باش که فلان مریض حتما بشه، مشکل فلان جوان به اصطلاح حل بشه. به اصطلاح در بخش‌های دعوتی و تعلیمی هم تلاش کردن. الحمدلله ما امروز می‌بینیم مهر و محبت و صداقت دوستانمان را در خارج از کشور که واقعا قابل تشکر و ستایش هستند. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم.